درگیری‌های شدید طالبان با مقاومتگران. جنگجویان طالب با فرماندهی ملا زاکر با مقاومتگران در پنجشیر درگیر شدند. اعتراض دختران مبنی بر بسته ماندن مکتب‌ها. شماری از دختران دانش آموز در پکتیا اعتراض کردند. اظهارات رهبر حزب اسلامی در مورد ممکن نبودن تشکیل حکومت همه‌شمول در افغانستان. حکمتیار میگوید که تشکیل دولت ائتلافی ممکن نیست. انتقاد رئیس جمهور پیشین امریکا بر حفظ نشدن پایگاه بگرام. ترامپ میگوید که ایالات متحده باید پایگاه نظامی بگرام را حفظ میکرد. و معرفی پادشاه جدید پس از درگذشت ملکه. چارلز سوم به عنوان پادشاه جدید بریتانیا معرفی شد. سلام و وقت بخیر. به خبرهای ساعت 10 با من سمیرا قاضی‌زاده از آماژ نیوز خوش آمدید. منابع محلی در پنجشیر از لشکرکشی دوباره طالبان و وقوع درگیری‌های شدید میان این گروه و جبهه مقاومت ملی خبر می‌دهند. صدها جنگجوی جنوب زیر فرمان ملا عبدالقیوم زاکر، فرمانده ویژه طالبان برای پنجشیر و اندراب، در ساحات مختلف پنجشیر از جمله حصارک و دره با مقاومتگران درگیر شدند. یک فرمانده مقاومت به آماژ میگوید که طالبان پس از چندین ساعت درگیری هیچ دستاوردی نداشتند. همچنان به گفته منابع، درگیری میان دو طرف پیش از چاشت امروز در ولسوالی‌های حصارک، پریان، آبشار، دره و حصه اول آغاز شده و برای چندین ساعت ادامه داشته است. در همین حوالی برخی منابع دیگر میگوید که طالبان در جریان عملیات‌هایشان در پنجشیر با کمین‌های پی همه نیروهای جبهه مقاومت ملی مواجه شدند. منابع می‌افزایند که در پی این درگیری‌ها به طالبان تلفات وارد شده است، اما رقم دقیق آن تا هنوز مشخص نیست. گفتنی است که در چند روز گذشته هیچ درگیری میان نیروهای جبهه مقاومت ملی و طالبان در پنجشیر رخ نداده بود. گروهی از دانش آموزان دختر دوره‌های ثانوی در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا بامداد روز شنبه در اعتراض به بسته شدن دوباره مکاتبشان توسط طالبان دست به تظاهرات زدند. این دانش آموزان با سر دادن شعارهایی در مورد حق آموزش برای همگان در مقابل ریاست معارف ولایت پکتیا تجمع کردند. هفته گذشته منابع محلی با آماژ نیوز گفتند که 4 لیسه دخترانه در گردیز مرکز ولایت پکتیا و 1 لیسه در ولسوالی سمکنک برای دختران باز شده است. اما بامداد روز شنبه 19 سنبله هنگامی که دانش آموزان دختر به سوی مکاتبشان رفتند با ممانعت طالبان مواجه شدند. بعد از آنکه طالبان مانع ورود این دانش آموزان به مکاتبشان شدند، دست به راهپیمایی زدند و از مکاتب خود تا مقابل در ریاست معارف شهر گردیز شعارهایی در مورد حق آموزش سر دادند. نشر تصاویر اعتراضات دانش آموزان دختر در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. جنرال موبین، سخنگوی پیشین فرماندهی امنیتی طالبان در ولایت کابل، میگوید که پس از تاکید و اظهاراتش بر بازگشایی مکاتب دخترانه در کشور از سوی اعضای دیگر طالبان به زندانی شدن و مرگ تهدید شده است. مزمل کریمی، فعال رسانه‌ای طالبان، نیز در توییت گفته است که حالا هم سر وقت است که بزرگان از تصمیم بسته ماندن مکاتب دخترانه دست بکشند. او افزود: خاموشی سخت به ضرر ماست. ما در بین مردم هستیم و می‌بینیم که چطور روز به روز نفرت و انزجار ملت از نظام بیشتر می‌شود. این همه در حالی است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان تاکنون مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم بسته هستند. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، گفته است که تشکیل دولت ائتلافی یا همه‌شمول در افغانستان امکان پذیر نیست. آقای حکمتیار روز گذشته در گفتگو با اسپوتنیک گفته است شرایط در افغانستان چنان است که تشکیل یک حکومت فراگیر شبه محال است و اصلاً این راه حل نیست. حکمتیار افزوده است حکومت‌های ائتلافی همیشه ناکام بوده و در شرایط افغانستان اصلاً قابل اجرا نیست. رهبر حزب اسلامی میگوید اگر نصف حکومت به آنانی که با آمریکایی‌ها یک جای افغانستان را ترک کردند داده شود، باز هم آنان به کشور باز نخواهند گشت. باید یادآور شد که تشکیل حکومت فراگیر یکی از پیش شرط‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان است. طالبان اما همواره تاکید دارند که حکومت تشکیل شده از سوی آنان فراگیر است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا، گفته است که پایگاه نظامی بگرام تا نیروگاه هسته‌ای چین 1 ساعت فاصله دارد و واشنگتن باید این پایگاه را حفظ می‌کرد. آقای ترامپ امروز شنبه 19 سنبله در گفتگو با شبکه دهلی نو از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان انتقاد کرده است. نامبرده خاطر نشان کرده است که قصد ختم جنگ در افغانستان را داشت، اما پایگاه نظامی بگرام را نیز از دست نمی‌داد. با گفته ترامپ، سازوبرگ‌های نظامی آمریکا به ارزش 85 میلیارد دلار نباید در افغانستان به جا ماند. قابل ذکر است که سیاستگران آمریکایی همواره از خروج سربازان این کشور از افغانستان انتقاد کردند. چارلز فیلیپ آرتور جورج 73 ساله 2 روز بعد مرگ مادرش الیزابت دوم به صورت رسمی اعلام پادشاهی کرد.
شورای انتقال سلطنت بریتانیا چارلز سوم پسر ارشد ملکه الیزابت دوم را رسما پادشاه این کشور اعلام کرد. اعلام پادشاهی روز شنبه در حضور گروهی از مقامات بلندپایه بریتانیا و شورای جلوس در کاخ سنت جیمز لندن برگزار شد. در این مراسم تعداد زیادی از سیاستمداران پیشین، نمایندگان پارلمان، اعضای دولت فعلی و مجلس اعیان و عوام حضور داشتند. چارلز سوم در اولین سخنرانی خود در روز جمعه با عنوان پادشاه از مادر عزیزش تشکر کرد و قول داد که در تمام زندگی خود به بریتانیا خدمت کند. او سخنان الیزابت دوم را در اولین سخنرانی خود به عنوان ملکه در سال 1952 تکرار کرد. ملکه الیزابت دوم با طولانی ترین دوره سلطنت در بریتانیا روز پنجشنبه در سن 96 سالگی و پس از 70 سال سلطنت در کاخ بالمورال در اسکاتلند درگذشت. چارلز سوم پادشاه بریتانیا پس از سخنرانی خود سوگندنامه را امضا کرد. پس از آن شاهدان در مقابل شورای خصوصی این سوگندنامه را امضا کردند. ویلیام پسر ارشد شاه چارلز سوم و همسر او از جمله کسانی بودند که با عنوان شاهد سوگندنامه پادشاهی را امضا کردند.